ما وقتی میگیم اقوام یا قومیت یا اتنیک، خب یه ادبیات بین‌المللی در مورد این شکل گرفته در مطالعات قومی در دنیا. از همان سرآغاز شکلگیری این رشته، این عنوان دانشگاهی و آکادمیک، مطالعه متمرکز بر دیگرانه، آدرز، دیگری ها، کسانی که از ما نیستن. حتی ابتدای کار در ارتباط با کافرهاست. اصلا خود اتنو به معنای کافر در لفظ به اصطلاح اروپاییش و به نوعی معرف دیگری که نجسه، دیگری که از ما نیست. بالعکس کاربست مفهوم اقوام درون ایران که نشانه خویشاوندی و نشانه نزدیکی است. در مراحل بعدی پیدایش این علم، به ویژه در امریکای شمالی و اروپای غربی، تمرکز این مطالعه بر کسانی است که منشأ مهاجرتی از جای دیگه دارن، مشخصاً سیاه‌پوستا، مشخصاً چینی‌ها، مشخصاً لهستانی‌ها یا اهالی اروپای شرقی، مثلا یوگسلاوی سابق، بالکان، که به ایالات متحده آمریکا رفتن، در شیکاگو مستقرن، در جاهای دیگه مستقرن. اینها ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگیشون مورد توجه یه سری محقق قرار میگیره. پس بنیان مطالعات قومی در فضایی که در بیرون از ایران شکل میگیره به لحاظ علمی مبتنی بر مطالعه آن گروه‌هایی که ممکنه در جای دیگری حتی ملت بودن، یعنی جزئی ملتی بودن، در مثلا مردم ایران بودن، ایرانی بودن، نمیدونم عرب بودن یا چینی بودن و مانند اون، که مهاجرت کردن در جای دیگری و ویژگی‌های رفتاری اونها مورد توجه و مطالعه آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها قرار گرفت. حالا ما وقتی که در جامعه خودمون در ارتباط با گروه‌های قومی صحبت می‌کنیم، مثلا در ارتباط با مردم لرستان صحبت می‌کنیم، مردم گیلان صحبت می‌کنیم، مردم آذربایجان صحبت می‌کنیم، اینها مهاجرین نیستن که در چند دهه اخیر، حتی چند سده اخیر وارد این سرزمین شده باشند. این مردم از گذشته‌های دور در طی هزارها در اینجا ساکن بودن و با بقیه هموطناشون هم در هم آمیختن. این در هم آمیختن پدیده بسیار مهمیه در مناسبات اجتماعی ما.